الان تا اینو اینجا یه خانم نشسته اینجا این تا اینجا سرش رو برده به سمت پایین. پس اونم میشه یک. این دفترت دیگه اینم یکی. خب پس الان فهمیدی این دو تا نقطه جاش درست. پس یعنی این اشتباهه. یعنی بعد حالا اینا باید چطور به دستش بیاریم؟ چجوری باید بفهمم این برتر باشه یا برتر؟ دیگه اندازش میگیری اینجا دیگه. اندازه گرفتم از نوع اینکه دستش رو برده به سمت جلو متوجه میشید که طرفتر باشه این طرفتر باشه حالتش چجوریه. خب اینم بیا از رو هم این خط این دستش رو برده جلو، اینم چینو چوری که لباسش روی زانوش میاد رو نیم اینجاست، اینم چادرش که روش نیمت هم که خیلی نیم گرفتی، نیمت میشه حدود اینجا، این میشه نیمه، یکم کمتر میشه اینجا. یعنی این بر پس اینا باید امتدادش بدیم. این نیم رو صورتش رو میبینیم اینجا داره نگاه میکنه به یه چیزی اینجا. اینا طراحی که به این صورت میکنین طراحی راهنماست. یعنی چون میخواید ازش راهنمایی بگیرید وارد جزئیاتش نمیشه. یه چیزی تو مایه‌های پیش ته این چیزا میشه. این دستش هم اگه دقت میکردید اینجاست، نگاه کنید که اصلا نفهمیدش. اینجا ما در واقع یه بچه‌ای داریم اینجا دستش اینجوری کرده. برو از خسته نباشید. میگه مثلا اونجا فلان چی شد. خطا رو ببینید. اون دستشو میتونست اینجوری بذاره روی زانوی مادرش. اما آنچه که دیگه پشت این اتفاق میفته، این ما تداخل نگاه داشتیم اینجا. بذار من دست اینم کامل کنم، دست مادر. میتونه اینجا دستش گرفته باشه، اصلا دستش اینجوری آویزون شده باشه پایین. اینم چینی چوب بگیر. خدا نگهدار از تمرینات نره بگیری. خداحافظ. این چیزی که الان باید این کار تشدید کنه، ببینید من کمی توضیح بدم. شما در حین کار میتونید فکر کنید و یه مسئله طراحی حل کنید. الان من فرمون به سمت راست داره اشاره میکنه، میتونه کشیدگی توش ایجاد بشه، یعنی فرم اینجوری بشه، یعنی شیبش بیشتر بشه. میتونه این فرمی که کشیده دستش برده به سمت بالا، میتونه آستین کف لباسش بالا برده باشه، یعنی قسمت از لباس زیر معلوم میشه. و میتونه اینجاشو بدن نما کرده باشه. یا در مورد مادر میتونه این خطوط منحنی رو یکم نرم ترش کنید. ببینید مثلا اینجا رو ببینید. چادرش هستن بندازید پشت اینجا که زمان قسمتی از صورت این بچه توی تاریکی لباس مادر بیفته. این یقره دفرمه کردم من. قبلش یقره چجوری عادی ترکش میکنم. اینه با این کار دارم من شدید تر میکنم. شدت داستان رو دارم شدید تر میکنم.
این من یه سری خطوط ساده مشخص دارم، از پیش تعریف شده است، اینا باید باشن، ولی این خط ساده رو دارم کاری میکنم که به فرمم بیاد، فرمو نوازش کنه، این خطوط مفهوممو نوازش کنه، به مفهومم کمک کنه. فرم ببینید تمام سعی میکنم از خطوط دست مادرم اینجا بود، یادتون نره. خب اما در مورد جلد خط رو ببینید، اصلا عمدن تا حدی دارم منحنی طور میزنم، عمدن. اما در مورد پایینش نگاه کنید، ما پایین فضایی که پایین داریم به این صورت، من سعی میکنم با یه هاشوش خیلی ساده و اصلا به چشم نیا، خیلی ظریف جای این دوتا رو برجسته کنم، قرارگیریشون. و اگه بخوام گمشون کنم زیاد این به چشم نیاد، باید یه سری اینا رو تکرار بکنم اینجا تا اینها گم بشه. در مورد فضای پشت سر، اگر من بیام کادرم رو تعیین کنم در مورد فضای پشت سر بهتر میتونم تصمیم بگیرم. فرض من با خط کش پایین کادرم اینجا در نظر میگیرم، یکم پایین و کادر رو میبرم تا حالت مربع، مثلا میگم از اینجاست تا اینجاست، حدودا مربع. کادر مستطیل به کارم نمیاد توی این تصویر، مگر اینکه من بخوام اتفاقی که داره بهش اشاره میکنم رو بهش نشون بدم. به همین خاطر سریع میام کادرم رو تبدیل میکنم به مربع. کادر مستطیل عمودی هم در صورتی به کارم میاد که مثلا موضوع فراتر از این مادر و بچه باشه و یه قسمتی از انسان‌های اجتماع هم دارن به این موضوع دقت میکنن، مثلا این سری آدم واسطون شد. اما در ادامه فرض میکنم اگر مادر بلند شه، نکنید مادر اگه بلند شه اینجوری میشه، اینجا فرم کمرش میشه، این دستش میشه. فرض کردم از مادر کمک گرفتم، کشیدمش بود. یه سری آدم دیگه میتونم اینجا تصور کنم که اینجا هستن، مثلا میتونه یه انسانی باشه که پشت سر اینها وایساده، حالا نقشه پدر داره، ببینید اینجا ایستاده داره نگاه میکنه. بعد پیرانشه و بعد مثلا در ادامه یه سری آدم دیگه اون طرف، یکی داره از جا رد میشه از کنید. باز یکی از اون طرف داره، سعی میکنم از تا هر جا میشه از نشون دادن سرها خودداری کنم. یکی از اون ور داره رد میشه برعکس، باشه گذاشته جلو، این دست پاشک عقب دستش میفته جلو. بعد یه سری تفاوت پوشش میذارم، مثلا یه مانتویه اینجا دستشو میذارم، مثلا میتونه کیف دستش باشه که اون باره زیاد خالی به نظر نیاد.
و یه بچه هم اینجا نباید بذارم. این محدودیت. اینو گذاشتی اینجا، یه چهره دیگه به این موضوع اضافه کردی و کار دست بمیدی. کنم موضوع این دوتاه، چیز دیگه مهم نیست. پس بلافاصله اینجا یه آدم کت شلواری میکس دارم. این کتشه، دستش عقب، این پاش جلو و اینجا نمیدونم چی میتونیم بذاریم، مهم نیست. خطوطی که در زمین استفاده میشه اصلا مگه خودم باشم اصلا مشکی استفاده نمی کنم، میرم سراغ خاکستری، چون من در هر صورت میخوام به اهمیت لایه های طراحیم واقف باشم. میخوام مثلا بگم این جلوی زمین است، اون پشت زمین است، پس اینها رو سعی میکنم حتی در حد خط هم که شده بهشون بی احترام میکنم، یعنی جزو جای تغییرشون نگیرم، مثلا برای مهم نباشم. پس بنابراین توی اونجا اصلا از مشکی استفاده نمیکنم. میتونه اینجا قسمتی از یه ماشین پیدا باشه. میتونه اینجا یه نفر اصلا از پشت سر داریم میبینیم. همین خاکستری توی یه سری جا استفاده میکنم. این حجم کارم رو روی این دوتا بکش. بپرس. تونستیم سایه این دوتا بیشتر میدین جلوتر؟ یعنی چی؟ اینا رو؟ آره. بعد خاکستری که داریم اون پشتری کم زیادی خاکستری روشنه، یعنی زیادی الان بین اینا و اونا تفاوت ایجاد شده. بهتر مثلا یه ماژی که جوندارتری برای اون پشت سر استفاده میکردیم. متوجه این چی میگم؟ یکم زیادی خاکسترش از این متفاوته. از داستانه مثلا اینجا میتونه سایه یه سری آدم باشن که دارن به ما نزدیک میشن. از این خالی بودن در بود، مثلا شونه یه آدم بود. از جایی که من
وقتی یک کاری شروع میکنم به عنوان تجربهش نگاه میکنم بلافاصله میرم سراغ چیزایی که میدونم کارمو میتونه خراب کنه. مثلا یه رنگ قرمز اینجا میذارم ببینم اگر این رنگ قرمز بیاد روی لباس این تصویر من چه شکلی میشه. همین، فقط همین، حس تصویرامو ببینم. همون چیزی که میخواستم از این تصویر فهمیدم. باید چیکار کنم؟ یه موقع خواستم این جایی استفاده کنم دیگه نمیدونم چجوری طراحی کنم. از جای بعد دارم یه مرحله بعد، شاید برای کار بعدیم، شاید برای تصویر بعدیم دارم تلاش میکنم که ببینم چی میشه. متوجه این؟ چه که من اصلا ندارم. مثل من نقاشای باب رستم که میدیدم هی گفتم خب بسه دیگه، تمومش کن دیگه، نمیخواد ادامه بدید، همینجا تموم بشه دیگه. ببینم از یه سری رنگ که توی جعبمه دارم بدون اینکه فکری کنم در موردش هستم، چون از جای بعدی برام مهم نیست واقعا که این مدل چی میشه، اهمیتی برام نداره. اون چیزی که میخواستم رو فهمیدم، فقط دارم اضافه بر اون یه سری چیزا رو امتحان میکنم ببینم جواب چی میده. از رنگ بنفشم استفاده میکنم. سعی میکنم همش یه جا جمع نشه، پخش میکنم. از این رنگ قرمز که اومد این لبخند بیشتر بهش میاد. متوجه این چی میگم؟ میگه از اون حالت چیز عوض کردی و زدش به هم. یه خاکستری تیر تر پیدا کردم ولی یکم پهنه. ببینید سعی میکنم برای این پدره که از لحاظ موضوعیش شبیه نزدیکتر است به این دوتا، برای اون استفاده کنم. این رنگ گذاشتن من خیلی منطقی بدون اینکه درگیرش باشه همین کار میکنم. لباسش دوست دارم سفید باشه. اینه خیلی ساده، بدون مدل، بدون اینکه شما درگیر باشی خودت میتونی این کار رو انجام بدی و امتحان کنی. ولی یادتون باشه نکته این تغییرینه که از ابتدا خطوط ساده باشن، با جزئیات شروع نکنید. صورت رو دیدید که صورت من هنوزم صورتشو کامل نکردم هنوزم. و اینکه امتحان کنید با عنوان که یه کار کردی نه یه کاری کنی قشنگ بشه نباش. با عنوان این نگاه بهش بکن که این کار شروع کردی، حالا میخوام یه کاری کنم، امتحان کنم چیزهای دیگر رو، شاید قشنگش کنه شاید هم زشتش کنه، نمیدونم. با عنوان این شروع. متوجه شدید؟ بله.